خیلی که هم کس میگن همیشه اوچه ما گفتم یا بود قرصکا برای اوچه هر کسی اوچه شد دوست میدارد برای اوچه قرصکای تاجیکی رفتی کرید حیات فراموش میکنه گب میزنم گوش میکنه حیات فراموش میکنه گپا کوکولی کشیده تیفانه آغوش میکنه گپا کوکولی کشیده تیفانه آغوش میکنه تیفانه بودم میزنه زنجره جره میزنه یک نوزنی میبردارد بناز بناز گپ میزند یک نوزنی میبردارد بناز بناز گپ میزند الو میگم لبای نگاه الو نگاه لبای نگاه الو میگم لبای نگاه الو میگم لبای نگاه بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه تلفن بیزن بزنه زنجره جره میزنه یک نوزنی میبردارد بناز بناز گپ میزند یک نوزنی میبردارد بناز بناز گپ میزند وقتی گپا بود میکنه تلفنم گود گود میکنه وقتی گپا بود میکنه تلفنم گود گود میکنه و میگو قهرش نکنه و خیلی نگو ای بای میگه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه یک نوزنی میبردارد بناز بناز گپ میزند یک نوزنی میبردارد بناز بناز گپ میزند موفقی طلب شما یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری ای گپ آب و دهان آیا خبر نداری دینا میگن در ریان بر پاس توی کلان عرق نوشیدن همان توی را نمودم ای را نمان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ زن و زنی رستمی داستان بودن گفتم با چشم دیدی زنکایم در شهر کرغان بر پوشیدن خیرم ها دینا در شهر کرغان کما چیدن خیرم ها یک کیلو هزار سو میکند رگی گردن یک نود صد شده یک قسم صد شده
هزار خرصد چیدم سر انگور و انار هزار خرصد چیدم گفت تو با چشم دیدی گوی سفری قرم گسله کرد سرم تو با دینم خرید است از بزرگیدم غنم گسله همان زمان کشت خندم شدد توبه کردم خدایا آخری زمان شدد گفتم با چشم دیدی میگن در زبان بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بود است همراهی میرزا مراد میگن بر دست افتیده است توش ایسرش پرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است گفت تو با چشم دیدی دختری بابای نور از خانه شان گرفت این بابای پیر محمد زنش جنجال کردند آنچنان جنجال کردند در سیم چوبی دو پوشه خودش کشال کردند گفت تو با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروسی گیزله رنگ خروس آورده موهاش پاری سر بود زلفاش بر ببر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود این خونه رو نمی بود خداتان رو گت نگید دیگه طبق رو باشد و نوبت شوید نگید دوی جنجال میکرد چند کس ملال میکرد پشتامنی پیرش را او زده تلال نکرد میدونه کم دست دختری کوری سفر همیشه شدید بودن همیشه اصلا چی بودن میگن جادوگر بودن میگن افسونگر بودن پول از خون سوختن یک خون جیگر بودن پول از خانه سوختن یک خون جیگر بودن گفت تو با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. هر سکای شما با بابای پایست. سلامات باشین.